سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. در این ویدیو قراره در خصوص قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 با هم صحبت کنیم، چرا که در این قانون یک مرجعی تحت عنوان دادگاه صلح پیش بینی شده است که در معیت شورای حل اختلاف سابق و در واقع دادگاه عمومی حقوقی در معیت این دو مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی است که قطعاً پرسش‌هایی در ذهن هر حقوقدانی مطرح خواهد شد که اساساً دادگاه صلح دارای چه صلاحیتی است، شورای حل اختلاف دارای چه صلاحیتی است و این دو مرجع در معیت یکدیگر چه روی کرد و چه کار کردی خواهند داشت. که قانون شورای حل اختلاف این موارد رو در واقع توضیح داده آورده و ما در این ویدیو قرار اون موارد رو به تفصیل و تفسیر مورد بررسی قرار بدیم که در این ویدیو اختصاصا در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف صحبت خواهیم کرد و در ویدیوهای بعدی در خصوص صلاحیت دادگاه صلح و تفسیر این صلاحیت ها و کارکرد این دادگاه صلح صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد صلاحیت شورای حل اختلاف بشیم، بیایم تکلیفمون رو با دادگاه صلح از لحاظ ساختار و تشکیلات رو تعیین بکنیم که اساساً دادگاه صلح جزء کدوم یک از مراجع قضایی می باشد. برگردیم به گذشته و یک توضیح از گذشته بدیم به اکنون. مراجع قضاوتی در یک تقسیم بندی به مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شدن. مراجع قضایی کدوم بودن؟ مراجع قضایی می گفتیم دعاوی حل و فصل دعاوی که بین مردم با مردم در صلاحیت مراجع قضایی است. حل اختلاف اداری یا مردم با دولت در اعمال حاکمیت رو می گفتیم در صلاحیت مرجع اداری است. دولت دو اعمال داره، یک اعمال حاکمیت، یک اعمال تصدی. اعمال حاکمیت کدوم بودن؟ اعمال حاکمیت اونیه که دولت در مقام قدرت برتر یک سری اعمالی رو انجام میده که سایر اشخاص مجاز در انجام اون نیستن، مثل دریافت مالیات، مثل صدور مجوز ساخت ساختمان، اعطای پروانه وکالت. اینها در حیطه اعمال حاکمیتی دولته و اگر اشخاصی در خصوص این موضوعات با دولت اختلافی داشته باشه باید برای حل و فصل اختلافاتشون به مرجع اداری که دیوان عدالت اداری باشه مراجعه کنن. اعمال تصدی اونیه که دولت در مقام شخص حقوقی میره یک انعقاد عقد بیع اجاره‌ای انجام میده و در حیطه این اعمال تصدیش با سایر اشخاص به اختلاف میخوره که اینها اختلافاتشون رو باید بیارن به مراجع قضایی. این تقسیم بندی رو اگر حضور ذهن داشته باشیم میگیم از حیث صنف مراجع قضایی به مراجع اداری و قضایی تقسیم میشن. خود مراجع قضایی تقسیم بندی های دیگری هم دارد. یکی از تقسیم بندی ها اینه که به مرجع عمومی و مرجع اختصاصی تقسیم میشه و یک تقسیم بندیش اینه که به مرجع دادگستری و مرجع غیر دادگستری تقسیم میشه. در تعریف مرجع عمومی میگفتیم مرجع عمومی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد مگر دعاوی که قانونگذار آنها را صراحتاً در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار داده باشد. و در تعریف مرجع اختصاصی دقیقاً عکس تعریف مرجع عمومی رو آوردیم و میاریم که میگیم مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنکه قانونگذار صراحتاً آن را در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار داده باشد. پس مرجع اختصاصی صلاحیت به هیچ دعوایی را نداره، اما مرجع عمومی صلاحیت به تمامی دعوا را دارن مگر اینکه تخصیص خورده باشه. در تعریف مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری، مراجع غیر دادگستری اون مراجعی هستند که حق عزل و نصبشون جزءاً یا کلاً با دولت باشه. به همین سبب این مرجع غیر دادگستری میشه. قانون سابق شورای حل اختلاف رو اختلافی بود
میگفتن که آیا مرجع دادگستری است یا غیر دادگستری است، که جناب دکتر شمس اعتقاد داشتن که مرجع دادگستری است، اما بعضی از اساتید میگفتن نه، مرجع غیر دادگستری است. اما قانون شورای حل اختلاف مصوب 402 تکلیف رو روشن کرده، به شورای حل اختلاف رو یک مرجع غیر دادگستری دانسته. چرا؟ چون تبصره 4 ماده 6 و تصریح ماده 1 و ماده 4 حکایت از این موضوع داره. تبصره 4 ماده 6 چی میگه؟ میگه که اشخاصی که قرار استخدام در شورای حل اختلاف بشن، دولت باید شناسه استخدامی بهشون بده. یعنی چی؟ یعنی که جزءاً یا کلاً داره در خصوص حق در واقع در عزل و نصبشون دولت دخیله. همین موضوع در واقع سبب این میشه که یک مرجع غیر دادگستری قلمداد شود. ماده 1 و ماده 4 داره میگه شورای حل اختلاف حق صدور رأی رو ندارن و فقط میتونن سازش بکنن و این موضوع هم مزید بر علته که این مراجع رو غیر دادگستری قلمداد کنیم. اما دوستان، دادگاه صلح در یک کدام یکی از این مراجع هستن؟ دادگاه صلح جزء مراجع اختصاصی است، به مشابه دادگاه خانواده، دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دادگاه انقلاب. در واقع یک مرجع اختصاصی و قضایی است. پس تا اینجا تکلیف اون با دادگاه صلح تا حدودی روشن شد که به عنوان یک مرجع اختصاصی و یک مرجع قضایی باید بهش نگاه کنیم. بریم سراغ صلاحیت شورا. یک نکته‌ای که وجود داشت و در موردش صحبت کردیم این بود که شورا حق صدور رأی رو نداره و فقط میتونه سازش کنه. اما سوال پیش میاد، آیا تمام دعاوی را میتواند سازش کند؟ آیا تمام دعاوی که و بین تمام اشخاص را میتواند منجر به سازش کند؟ پاسخ خیر. چرا؟ الان بررسی میکنیم. ببینید دوستان، ما یک اصلی داریم در قانون اساسی به اسم اصل 139 قانون اساسی. در این اصل 139 قانون اساسی میگه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی منجر به در واقع ارجاع به داوری میشه یا منجر به صلح میشه که به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس برسه. پس شورا اگر میومد تمام دعاوی بین همه اشخاص رو در نظر میگرفت، خلاف اصل این قانون اساسی بود، با این اصل 139 قانون اساسی بود. پس در نتیجه شورا جهت سازش نمیتواند دعوایی را قبول کند یا نمیشود دعوایی را در شورا تحت عنوان سازش مطرح کرد که یک طرف دعوا دولت باشه یا یک طرف دعوا نهادها و مؤسسات عمومی باشه. قانون سابق هم همین موضوعات رو در نظر داشته. در قانون سابق ما میگفتیم به منظور حل اختلاف و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی. اما در قانون جدید اومده چیکار کرده؟ اومده این اشخاص حقوقی غیر دولتی رو به اشخاص خصوصی تغییر داده و خیلی روشن‌ترش کرده که در واقع تمام دعاوی حقوقی باید بین اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی هم از حقیقی یا حقوقی مطرح بشه و نهادهای عمومی و نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی در واقع نمیتوانند دعاویشون رو بیارن در شورای حل اختلاف، یا اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اگر دعوایی علیه این نهادها دارن نمیتونن دعواشون رو بیارن در شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش. این در راستای اصل 139 قانون اساسی. پس به عنوان مثال ما اگر دعوایی علیه شهرداری داشته باشیم یا نهادهای انقلابی داشته باشیم یا مؤسسات عمومی، نمیتونیم جهت سازش اون دعوا رو در شورا مطرح کنیم. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی رو ما میخوایم بشناسیم و شناسایی کنیم، باید به ماده 5 قانون محاسبات کشور مراجعه کنیم که لیست این مؤسسات عمومی رو در واقع آورده و در واقع ما با مراجعه به این ماده قانونی میتوانیم این مؤسسات و نهادهای عمومی رو شناسایی کنیم که شهرداری ها، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی و مسائل و صندوق تامین خسارت‌های بدنی
که مبتلا به زیادی داره، در واقع پرونده‌های زیادی علیهش مطرح میشه، یا در واقع صندوق تامین خسارات‌های بدنی علیه اشخاص مطرح میکنن. اینها رو در واقع اگه این نوع دعوا رو ما نمیتوانیم در مقام صلح و سازش در شورای حل اختلاف مطرح کنیم. لیست این در واقع مؤسسات و نهادهای عمومی رو من تهیه کردم که حتما در کانال تلگرام میذارم و کانال تلگرام رو در اختیارتون میذارم و شما میتونید اون لیست در واقع این سازمان ها و مؤسسات های نهادهای عمومی رو دانلود کنید، پرینت بگیرید و جهت در راستای کار خودتون همیشه داشته باشید و استفاده کنید. خب برسیم به بقیه صلاحیت شورا. ببینید دوستان، صلاحیت شورا خب در مواد بعد ماده 3.2 اینها مواردهایی ذکر شده که ما از توضیحاتش اینجا بی‌نیازیم و لزومی هم نداره توضیح بدیم. در خصوص در واقع یک مرکز حل اختلافی که اختصاراً مرکز نامیده میشه، پیش بینی شده که رئیس قوه قضاییه رئیس این مرکز رو در واقع منصوب میکنه. ماده 3 وظایف و اختیارات این رئیس مرکز رو اعلام کرده و خدمت شما که عرض شود حدود صلاحیت این که در واقع رئیس کل دادگستری استان در مواردی چه اختیاراتی داره، حوزه در واقع مسائل‌های این چنینی در این مواد ذکر شده که خودتون میتونید مراجعه کنید و ما تو این ویدیو بی‌نیاز از در واقع توضیح هستیم در مورد این موارد. اما یک نکته‌ای که وجود داره اینه که در تبصره 2 ماده 3 یک واژه شورای حل اختلاف تخصصی اومده که یه توضیح لازمه اینجا به شما بدم. این شورای حل اختلاف تخصصی منظورش چیه؟ ببینید دوستان، در اصناف ممکنه در واقع یک دعاوی که امور فنی و صنفی باشه و شکایتی فیما بین اصناف اتفاق بیفته، در واقع میتوانم در واقع قانونگذار گفت این اختیار به رئیس مرکز داده که میتواند شورای حل اختلاف‌های تخصصی رو در خصوص این موضوعات فنی و صنفی در اصناف تشکیل بده که اعضای اون شورای حل اختلاف تخصصی میتوانند همون اعضای در واقع نیروهای خود اصناف باشن، نیروهای در واقع اداری اون اصناف باشن، حقوقشون هم در واقع خود اصناف پرداخت میکنن. اینها رو در قانون پیش بینی شده و اگر شورای حل اختلاف تخصصی دادید بدونید که در خصوص منظورشون در خصوص اصنافه که حالا حسب مبتلا به‌های دعاوی که بین اصناف هست به تشخیص مسئولین زیرب در واقع قابل تشکیل هستند. در خصوص اعضا و تشکیلات هم صحبتی شده که در واقع به چه ترتیب اعضای شورای حل اختلاف به چه نحوی خواهند بود که اونها هم ما بی‌نیازیم در مورد صحبت ازش و میتونید خودتون مراجعه کنید. اما برسیم سراغ صلاحیت شورا در موارد دیگر. دوستان ببینید ماده 11 اومده در خصوص عدم صلاحیت شورا صحبت کرده، ماده 12 اومده صلاحیت دادگاه صلح رو صحبت کرده، ماده 13 اومده صلاحیت شورا رو صحبت کرده که من از به جای اینکه به ترتیب شورای حل اختلاف صحبت کنم میام از ماده 13 شروع میکنم صحبت کردن. در خصوص ماده 12 هم که میفته برای آینده و ویدیوهایی که در آینده تهیه خواهیم کرد و در اختیارتون میذاریم و در خصوص صلاحیت دادگاه صلح که در آینده در موردش صحبت کنیم. ماده 13 میگه شورا به درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام مینماید. در چه مواردی؟ در مواردهای یک کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت که اینا رو براتون توضیح میدم. یک، کلیه امور مدنی و حقوقی. آیا شورا به درخواست خواهان یا مدعی خصوصی شاکی برای صلح و سازش کلیه امور مدنی و حقوقی یعنی مطلقاً در موردش صحبت کردیم، گفتیم نه اینجوری هم نیست. اگر یک طرف دعوای مدنی و حقوقی اشخاص دولتی باشن یا نهادهای عمومی باشن و نهادها و مؤسسات عمومی باشن قابلیت تر در شورا رو نداره. پس این یکی از تخصیص‌هایی که این بند از ماده 13 میخوره. یا مثلا تبصره ماده 20 قانون شورای حل اختلاف که میگه که اموال غیر منقولی که فاقد سند رسمی دارن، فاقد سند رسمی هستند رو در واقع نمیشود در شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش دعاویش رو مطرح کرد. اموال غیر منقولی که فاقد سند رسمی باشن یعنی با سند عادی باشن.
پس می‌بینیم که این کلیه امور مدنی و حقوقی تخصیص خورده و مطلقاً در واقع کلیه امور مدنی و حقوقی نیست که این تخصیص‌ها در خود قانون ذکر شده اند. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در قانون سابق دعاوی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی اموال منقول در حد نصاب فلان بود، اما الان دعاوی اعم از منقول و غیر منقول در واقع قابلیت طرح برای صلح و سازش رو در شورا دارن و نکته جالبش هم اینه که حد نصاب در این موضوع مهم نیست. یعنی حد نصاب در این موارد مهم نیست. شورای حل اختلاف میتواند در واقع در کلیه امور اعم از اموال منقول و غیر منقول جهت صلح و سازش در واقع دعاویشون رو اشخاص به این شورای حل اختلاف ارجاع بدن یا تقاضا بدن. دومین بحث بند دوم جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشته. ببینید دوستان، جرایم یک نکته وجود داره که همه جرایم جنبه حق اللهی دارن. یه گاهی ما به اشتباه بعضی ها تصورشون اینه که بعضی از جرایم جنبه حق اللهی دارن، بعضی ها جرایم حق اللهی ندارن، در صورتی که این تعبیر درست نیست. تمام جرایم جنبه حق اللهی دارن و جرایمی که جنبه حق اللهی دارن میتوانند دو حیثیت داشته باشند. یک، حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. دو، حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. در این بند از ماده 13 میگه جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت رو ما میتونیم بیاریم در شورای حل اختلاف منجر به سازشش بکنیم. اگر جرمی غیر قابل گذشت بود پس دو حیثیت دارد، یک حیثیت عمومی دارد، یک حیثیت خصوصی دارد. ما حیثیت خصوصیشو میتونیم بیاریم به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش. بند سوم میگه کلیه جرایم قابل گذشت. تمام جرایم قابل گذشت رو ما میتونیم بیاریم در شورای حل اختلاف منجر به سازشش بکنیم. حالا در این خصوص بیشتر هم توضیح خواهیم داد. زمانی که این مواردهای سگانه در شورای حل اختلاف منجر به سازش بشود، گزارش اصلاحی صادر می شود. گزارش اصلاحی دوستان منافاتی با اون موضوع ماده 1 و ماده 14 قانون شورای حل اختلاف که گفتیم شورا صلاحیت صدور رأی نداره، منافاتی با اون قضیه نداره. چرا؟ چون گزارش اصلاحی اساساً رأی نیست. چون گزارش اصلاحی رأی نیست، پس منافات هم با اون مقرره که در واقع صلاحیت صدور رأی را ندارن، منافاتی با اون نخواهند داشت و ندارن. چرا؟ چون گزارش اصلاحی اساساً رأی نیست. پس اگر منجر به سازش شد، شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی صادر میکنه که حالا در ادامه در خصوص گزارش اصلاحی صحبت خواهیم کرد. میریم سراغ ماده 11 که موارد عدم صلاحیت شورا رو گفته که تو 5 مورد گفته اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان، مواردی که حالا خودتون دارید میبینید، اصل وقت، وصیت، دعاوی راجع به ورشکستگی، دعاوی راجع به وجوب اموال عمومی که توضیح دادیم که در راستای اصل 139 قانون اساسی امکانش وجود نداره و اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری می باشد که اینها رو ما در ادامه توضیح خواهیم داد. دوستان در ویدیوهای بعد که در خصوص صلاحیت دادگاه صلح میخوایم صحبت کنیم، در یک گذری هم به این موارد میزنیم و صحبت در خصوص همه این موارد خواهیم داشت. در همین جا یک نکته‌ای رو من حالا تو اسلاید بعدی هم خواهیم آورد، اینه که اینجا گفتیم کلیه امور مدنی و حقوقی. در ماده 15 هم گفتیم کلیه دعاوی خانوادگی رو میتونیم به شورا جهت صلح سازش ارجاع بدیم. پس چجوریه که اینجا گفته اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان اینها رو نمیتونیم در شورا بیاریم؟ یک نکته ظریفی وجود داره و اونم اینه که دوستان شما در خصوص مثلا طلاق و اصل طلاق باید تفاوت قائل باشیم. اصل طلاق
معناش با خود طلاق فرق میکنه. یعنی چی؟ ببینید وقتی اسم اصل طلاق میاد، هر جا اسم اصل اومد یعنی در گذشته. اصل طلاق یعنی طلاقی در گذشته اتفاق افتاده است، الان طرفین در خصوص صحت اون طلاق یا بطلان اون طلاق اختلاف دارن. یکی میگه اون طلاقی که در گذشته ما جاری کردیم صحیح است، یکی میگه نه اون طلاق در گذشته صحیح نیست. الان دعواشون رو در خصوص این موضوع میخوان بیارن به مراجع قضایی که مراجع قضایی بینشون حل اختلاف کنه. اینجا میگه این نوع دعاوی که در راجع به اصل طلاق هست رو ما نمیتونیم در شورا تحت عنوان سازش بیاریم. چرا؟ چون در مربوط گذشته است و اونو مراجع قضایی صلاحیت دار باید رسیدگی کنن، نه شورای حل اختلاف که یک مرجع غیر دادگستری است. اما در خصوص طلاق و حال حاضره. یعنی طلاق یک شخصی میاد میگه که من میخوام از دادگاه تجویز جاری شدن صیغه طلاق رو بگیرم برم دفترخونه طلاق رو جاری کنم. میگه چون تو اینو الان داری میخوای، میتونیم تو رو بفرستیم به شورای حل اختلاف جهت سازش. اما در خصوص اصل طلاق که در گذشته یه حادثه افتاده و قرار مرجع قضایی کشف حقیقت کنه، کاشف به عمل بیاره که آیا اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده صحیح هست یا صحیح نیست، در واقع در صلاحیت شورا نبوده و نیست. اما طلاق چون الان میخوایش در صلاحیت است. دیگر موارد هم به همین ترتیب و حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب ماده 15 شورا که یک اشاره‌ای هم بهش کردیم، میگه کلیه جرایم قابل گذشت به استثناء دو مورد: یک، متهم متواری باشد، متهم مجهول المکان باشد. قابلیت تر در شورا رو داره به همراه دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی حقوقی که دعاوی خانوادگی هم در ماده 11 اون مواردهایی که در واقع تخصیص خورده استثناء شده رو هم ذکر کردیم که اصل طلاق، اصل نکاح، فسخ، رجوع، اینا رو ما نمیتونیم در واقع به شورای حل اختلاف بیاریم. کلیه جرایم قابل گذشت به استثنای این دو مورد رو میتونیم بیاریم. وقتی متهم متواریه نمیتونیم، جرم قابل گذشت باشه نمیتونیم بیاریمش برای صلح سازش. اگر مجهول المکان باشه نمیتونیم بیاریمش در شورا جهت صلح و سازش. باید هم متواری نباشه هم مکان و اقامتگاهش مشخص باشه. در دعاوی خانوادگی هم که توضیح دادیم دیگه تکرار مکررات میشه. مثلا رجوع، ببینید رجوع هم در گذشته مثلا اتفاق افتاده. خب در طلاق رجعی یک شخصی اومده رجوع کرده، الان در خصوص این که آیا این اصلا این کاری که تو انجام دادی رجوع هست یا نیست، آیا این رجوع اصلا صحیح هست یا نیست، در خصوص این موضوع میخوان صحبت کنن و تصمیم گیری کنن و اختلافشون رو بیارن به مراجع قضایی. میگه در صلاحیت شورا جهت صلح و سازش نیست، این در واقع دادگاه خانواده باید مورد رسیدگی قرار بگیره. یک نکته‌ای که وجود داره در خصوص قانون شورای حل اختلاف، تبصره 2 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف دوستان، در خصوص ارجاع پرونده به در واقع برای صلح و سازش یک نکته‌ای داره و با رضایت طرفین در این پرونده درج شده. ببینید دوستان، کیا میتونن پرونده رو ارجاع بدن به شورا؟ قاضی رسیدگی کننده، قاضی اجرای در واقع قاضی مسئول اجرا کننده یا مقام ارجاع دهنده. این 3 شخص میتونن پرونده ها رو ارجاع بدن به شورای حل اختلاف. در همه این 3 شخص یک نکته‌ای که وجود داره اینه که با رضایت طرفین باید این اتفاق بیفته. اگر طرفین رضایت نداشت، یکی از طرفین یا هر دو طرفین رضایت در صلح سازش نداشته باشه، اصلا دیگه موجبی نیست که پرونده ارسال بشود به شورا یا میانجیگری. پس
به قید رضایت طرفین حتما توجه داشته باشین که این نکته بسیار مهمیه. دوستان، وکالت در شورا لزوماً به موجب وکالت وکیل دادگستری نیست که حتما باید وکیل دادگستری در شورا وکالت کنه، بلکه اشخاص به موجب وکالت مدنی هم میتونن در شورا جهت صلح و سازش در واقع در مقام وکیل ورود کنن به پرونده، برخلاف مراجع قضایی که فقط و فقط وکلای دادگستری میتوانند در مقام وکیل ورود در پرونده داشته باشند، اما در شورای حل اختلاف وکیل مدنی با وکالت مدنی میتونه این کار انجام بده و این وکالت اعم از عادی و رسمی، یعنی لزوما قرار نیست وکالت رسمی تنظیم بشه، همون که وکالت عادی هم در واقع داده شود مناط اعتبار خواهد بود. تبصره 4 ماده 20 هم که یه توضیح دادیم در خصوص این که گفتیم کلیه امور حقوقی و مدنی که داشتیم توضیح میدادیم که یک سری تخصیص هایی هم خورده، یکیش دعاوی در واقع اموال غیر منقول فاقد سند رسمیه که صرفاً در صلاحیت مراجع صالح قضایی است و قابلیت طرح در شورا را ندارد. اما نکته‌ای که دوستان اینجا وجود داره و ممکنه بعضی‌ها دچار اشتباه بشن اینه که تصورشون اینه که دعاوی اموال غیر منقول فاقد سند رسمی نمیتونه در دادگاه صلح هم مطرح بشه. چرا؟ چون استثناء شده از این قانون. نه، از این قانون استثناء نشده، از شورای حل اختلاف استثناء شده و نمیتواند در شورا، اما در دادگاه صلح میتواند. چرا؟ چون گفته مرجع صالح قضایی. خب دادگاه صلح هم مرجع قضاییه، یک مرجع اختصاصی قضاییه، پس در واقع در حد نصابش باشه، در واقع این دعاوی قابل طرح در دادگاه صلح خواهد بود. دوستان، ارجاع به شورا دو گونه است. در خصوص ارجاع به شورا هم یه صحبتی کنیم. یک در واقع یک حالت غیر ارجاعی داریم، یک حالت ارجاعی داریم. غیر ارجاعی چیه؟ غیر ارجاعی یعنی من خواهان، من مدعی خصوصی، من شاکی میرم به شورای حل اختلاف مراجعه میکنم و میگم اختلاف من رو لطفاً با فلانی به سازش برسونید، بین من و فلانی سازش برقرار کنید. این مراجعه من به موجب یک درخواست است، نه دادخواست. دو، درخواست اعم از شفاهی و کتبی است. یعنی من میتونم برم درخواستم هم شفاهی بدم هم کتبی بدم، پس اسمش درخواست، دادخواست نیست. اینو توجه داشته باشین. ارجاعی اونیه که مقام ارجاع یا مقام رسیدگی کننده یا مقام ارجاع کننده پرونده رو حسب مورد با رضایت طرفین ارجاع میده به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش. این میشه ارجاعی. در هر دو مورد، چه غیر ارجاعی چه ارجاعی، پرونده در شورا مطرح شد یا منجر به سازش نمی شود یا منجر به سازش می شود. خب چه اتفاقی میفته؟ منجر به سازش نمی شودش رو توضیح بدم، بعد میرسیم به منجر به سازش می شودش. منجر به سازش نمی شود در حالت غیر ارجاعی و ارجاعی متفاوت روی کرده شورا. اگر من در حالت غیر ارجاعی، یعنی من خواهان، من مدعی خصوصی، من شاکی برم به شورای حل اختلاف درخواستم را اعم از کتبی و شفاهی مطرح کنم در شورای حل اختلاف جهت سازش، اگر منجر به سازش نشود شورای حل اختلاف حسب درخواست من خواهان پرونده رو ارسال میکنه به مرجع قضایی. اگر من خواهان، من مدعی خصوصی، من شاکی که الان پرونده منجر به سازش نشده باشه تمایل به ادامه پرونده داشته باشم و درخواستم من به دادگاه به شورا بدم، شورا پرونده رو عیناً میفرسته به مراجع صالح قضایی برای رسیدگی. اما اگر من خواهان، من مدعی خصوصی، من شاکی درخواست ندم برای ادامه پرونده در شورا بایگانی می شود به جهت عدم سازش. اما در حالت ارجاعی
که مقام رسیدگی کننده، مقام اجرا کننده یا مقام ارجاع پرونده را داده برای شورا برای جهت صلح و سازش، اگر منجر به گزارش اصلاحی نشود، لزوما شورای حل اختلاف میبایست پرونده رو عیناً بفرسته برای اون مرجع ارجاع دهنده، چه حالا رسیدگی کننده باشه، چه اجرا کننده باشه، چه مقام ارجاع باشه. پس این نکته رو در نظر داشته باشید. اما اگر در واقع منجر به سازش شود، شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی تنظیم میکنه که ما گفتیم در موردش میخوایم صحبت کنیم. اینجا در مورد گزارش اصلاحی صحبت میکنیم. دوستان، گزارش اصلاحی اول برای اینکه در واقع دارای اعتبار و لازم الاجرا بشه و قابلیت اجرایی پیدا بکنه، باید به تایید دادگاه صلح برسه. گزارش اصلاحی تنظیمی و صادر از شورای حل اختلاف مادامی که به تایید دادگاه صلح نرسیده، قابلیت اجرایی را ندارد. باید حتما به تایید دادگاه صلح برسد. اگر گزارش اصلاحی که صادر شده و توسط شورا صادر شده، اینجا یک سهو قلمی، یک اشتباهی در گزارش اصلاحی اتفاق افتاده باشد، پرسش این است که چه مرجعی باید این گزارش اصلاحی رو تصحیح بکنه؟ آیا خود شورا؟ اینجا قانون گفته نه، در موارد تصحیح سهو قلم در گزارش اصلاحی دادگاه صلح باید این تصحیح قلم رو انجام بده، نه خود شورای حل اختلاف. شورای حل اختلاف دیگه صلاحیت این که بیاد خودش گزارش اصلاحی که خودش صادر کرده رو تصحیح بکنه رو نداره. دادگاه صلح باید این کار رو انجام بده. پس این دو تا نکته مهم در خصوص گزارش اصلاحیه. یک نکته بسیار مهم در خصوص گزارش اصلاحی و تصمیمات شورا اینه که گزارش اصلاحی و تصمیمات شورا، ببین دو تاست، گزارش اصلاحی و تصمیمات شورا قابل اعتراض است. پس گزارش اصلاحی و تصمیمات شورا قابل اعتراض است، هم از طرف طرفین پرونده، هم از طرف شخص ثالث. شخص ثالث اگر گزارش اصلاحی یا تصمیمات شورایی مخل حقش بود، میتواند اعتراض در مقام شخص ثالث میتواند به این گزارش اصلاحی یا به این تصمیمات شورا اعتراض کند. طرفین پرونده هم به طریق اولا میتوانند اعتراض کنند. این اعتراض در کجا مورد رسیدگی قرار میگیره و در کجا مطرح میشود؟ در دادگاه صلح. پس گزارش اصلاحی و تصمیمات شورا قابل اعتراض در دادگاه صلح می باشد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در خصوص ارجاع به کارشناس و داور و میانجی توسط شوراست. ببینید دوستان، گفته در قانون گفته شورا می تواند به درخواست طرفین موضوع را به کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجیگر، در واقع ارجاع بده. نکته ظریف این ماجرا اینه کارشناس مرضی الطرفینه. از واژه کارشناس استفاده نکرده مطلقاً، گفته کارشناس مرضی الطرفین. پس و در خصوص گزارش های اصلاحی نکته دیگری که وجود دارد اینه که اگر کارشناسی یا داوری یا میانجیگری اتفاق افتاد و نظری از کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجیگر مرضی الطرفین در واقع وصول شد، اگر عین اون نظر کارشناسی در گزارش اصلاحی آورده شود، قابلیت اجرایی رو داره. اگر آورده نشود، نظر کارشناس قابلیت اجرایی رو ندارد. و نه تنها این موضوع، قید کرده قانون که اگر سازش بیفی ما بین طرفین، اگر حکایت از یک تعهدی برای طرفین وجود داشت، یکی از طرفین وجود داشت، هر تعهدی باشه، عیناً باید در گزارش اصلاحی اون تعهدها به ضمانت اجراها آورده شود. در غیر این صورت اون تعهدها به ضمانت اجرا قابلیت اجرایی را ندارد، باید عیناً در واقع آورده شود. گزارش کارشناس عیناً باید در گزارش اصلاحی
آورده شود و در نهایت هم مورد تایید دادگاه صلح قرار بگیرد. خب دوستان تا اینجا ما در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در یک کلیتی صحبت کردیم، اما در ویدیوهای بعدی که در خصوص صلاحیت دادگاه صلح میخوایم صحبت کنیم قطعاً گذری هم به صلاحیت‌های شورا مجدد خواهیم زد و مواردهایی رو لاجرم مجبوریم در صلاحیت شورا باز هم به تفصیل و تفسیر صحبت کنیم. اما تا اینجای در واقع ویدیو رو ما در خصوص صلاحیت شورا صحبت کردیم، در ویدیو بعدی در خصوص دادگاه صلح صحبت می‌کنیم، همچنین گذری هم به صلاحیت شورا در مواردهایی که از این ویدیو جا مونده یا مورد بحث و صحبت قرار نگرفته است. موفق و مؤید باشید.